همینجا دوستادی هم شکر گفته گرفتن. این خیلی افسانه رفته و کودکات به نقد میکنی فهمیدی؟ یک فکری بیکر هست. خوش. خانه رو دو تقسیم کنیم چی خیلی؟ ایرج چی؟ به ایرج خانه در کار نه. باید در روسی خانه دارد. یعنی زادروز پدر با آمد پگاه نزد فرزندش برگشته میرود. نه آخر ایرج راضی نمیشه و ایرج آدمی خوب است. راضی میشود. کش این داروها رو هر چه زودتر بیارید. دکتر حالی پدرم چه خیر است؟ نه اونقدر خوب. دکتر جان همه امیدمو با شما. همش در دست خداوند است. ما تنها سبب میشیم. ایرج تو در نزد پدر نیست من میروم. من خودم پول دارم. من میدونم که تو پول داری اما اجازه ده که من هم برای پدر یکون کار کنم. چی میشود تو مهمون؟ هیچ گم نیست. حق پدر نه تنها در گردن شما، در گردن من هم هست. این خیلی پیش میاد حتی ترامپ نمیکنه. دخترم یک قدم این طرف منید با یک وجب دیگر. انا از همینجا راست دیوار میکنیم تا همینجا. این طرف از من، این طرف از تو از اینجا دروازه میکشی. چی گفتی؟ نمیشه دیگه. عقلت هست می؟ من چی از اینجا دروازه میکشم؟ اینجا تنگ کوچه باشد. ماشین تو تک دروازه نمیبیا؟ تو ماشین نداری کو؟ فرقش چی؟ ماشین میگیرم. گوش کن همون گفتگی تو برین. همونجا راست ماه رخسار راستیست. همونجا راست دیوال کرده میبیاییم. از پیش همین کت این طرف دیوال میکنیم. من از اینجا دروازه میکشم، تو از اینجا دروازه میکشی. اینجا هم شب تنگ کوچه استفاده میبریم. بعد این خانه در طرف تو میماند. تو هم اینجا میگیری هم اینجا میگیری. شکرت است. این خیلی نمیشه. برای این من گفته شدم که اگر ما از اینجا میخوای راست دیوار کنیم نیمی خانه از آنی من نیمش از آنی تو. برادری برابری یک طرف ما در از روی عرف بودن. خانه میراثی پدر از آن فرزند یک گاه خیلی گپ نیست فهمیدی؟ این افسانه ها کهنه شدگی. گوش کن همینجا دوستادی هم شکر گفته گرفتن. این خیلی افسانه رفته و کودکات به نقد میکنی فهمیدی؟ چی میگویی؟